سلام، من آوام. سلام، من شهریار هستم. و به اولین اپیزود از پادکست زبان زدگان خوش اومدید. اول میخواستیم یه ذره راجع به اسم پادکست صحبت بکنیم، چون که تا الان واکنش هایی که گرفتیم نشون میداد که خوانش های متفاوتی از این اسم وجود داشت بین دوستامون. شهریار، نمیدونم چه خوانش های متفاوتی تو تا حالا شنیدی از آدم‌هایی که بهت واکنش نشون دادن؟ خب خیلی متفاوت بوده. خیلی میگفتن این اصلا یه اسم منفیه، برای بعضیا این اصلا یه چیز غیر قابل چجوری بگم پردازش بود. ولی خب خیلی کامنت مثبتم کنار اینا گرفتم، یعنی دوستایی داشتم که خیلی خوششون اومده. یعنی برای بعضیا خیلی حالت نردی داشت، میگفتن که این یعنی شما کل زندگیتون رو باختید به زبان، مثل چه می‌دونم یه آدمی که زلزله زده است یا سیل زده است. برای تو مهم. چطوری بود؟ واکنش ها برای چجوری من، خب بود؟ من فکر میکنم ما وقتی که با هم تصمیم گرفتیم که این اسم رو نهایتا انتخاب کنیم، انگار دوتاییمون میدونستیم که منظورمون چیه، ولی هیچ کدوم از این تک منظورهایی که آدمو به من گفتن نبود. یعنی من چیزی که تو ذهنم اومد لحظه ای که بالاخره بعد از کلی آپشن و چند روز، و این فکر میکنم سومین اسمی بود که روش توافق کردیم. یعنی برای چند روز ما دو تا اسم دیگه داشتیم که فکر میکردیم قرار اسم پادکستمون بشه این. اما وقتی که نهایتا شهریار اینو پیشنهاد داد، من تو ذهنم چیزی که داشتم این بود که همون جنگ زده، زلزله زده، ولی از طرف دیگه هم یه جوری تسخیر شده. یعنی یه جوری تقاطع تسخیر شده توسط زبان و نجات یافته توسط زبان و همزمان هم خیلی به این فکر کردم که انگار ما زبان زده همگان هستیم مثلا، که خیلی یعنی برای شوخی، ولی این سه تا در واقع تعبیر متفاوت بود که به ذهن من اومد. البته حالا تعبیرات نمیدونم برای تو هم اینجوری بود یا نه. آره، تعبیرهای مثبت هم میشه داشت. مثلا ما اتو زده رو داریم، پیرن اتو زده، خونه جارو مهم. زده، که اینا یه حالت تمیزی داره. ولی خب اه، این هست دیگه، این ابهام معنایی هست دیگه. هر کسی به فراخور خود استنباط خودش هر چیزی میتونه داشته باشه. ولی ما فقط فکر کردیم خیلی اسم باحالیه، همین. خیلی شاید وارد فکر کنم بعد از اینکه اسم انتخاب کردیم وارد عمقش شدیم که حالا خب این چه معنی داره. ولی اولش فکر کنم برای هر دوتامون اینجوری شد که آره این مثلا از نظر زبانی خوش بیانه، خوش آواز، آره، مثلا میتونیم زبان بگیم که زدگان. make sense کرد برای هر دومون. آره آره. آره. خب، میخوای راجع به این هم صحبت کنیم که چرا تصمیم گرفتیم این پادکست رو بزنیم؟ چجوری چی شد که این تصمیم رو گرفتیم؟ چقدر طول کشید از اینکه بهش فکر بکنیم و این تصمیم رو بگیم، و اصلا چرا همچین پادکستی؟ آره خب ببین، به عنوان یه زبانشناس ما هم صبرمون حدی داره دیگه. خیلی همه کسایی که توی ایران زبان شناسی میکنن با این مسئله داشتن که اگه کسی بپرسه رشته چیه و وقتی میگیم زبان شناسی، یه سوالی که میپرسن میگن روان شناسی، انگار که مثلا این رشته تعریف شده نیست برای افراد. انگار همچین چیزی، اینی که این رشته یه رشته دانشگاهیه و یه رشته خیلی جدی هم هست توی دنیا، انگار که این جا نیفتاده توی ایران. و این خب اینی که جا نیفتاده خیلی میتونه عواقب غیر مستقیم داشته باشه، که حالا اینو جای خودش شاید توی یه اپیزود بحث کنیم که واقعا اون کارکردی که میتونه زبان شناسی برای اجتماع به صورت عام داشته باشه چیه. شما مثلا یه کسی بپرسید خب پزشکی به عنوان علم،
همه قبولش دارن و داریم، ولی طبیعتا هر آدمی هم میتونه خیلی راحت درباره مزایای پزشکی برای جامعه صحبت کنه، ولی ظاهرا زبانشناسی به اون قدر کافی دربارهش صحبت نشده. خب این یه بخششه که میخواستیم اون قسمتی که توی گفتمان عام این مباحث آورده بشه که زبانشناسی به چه دردی میخوره و چرا لازمه که بهش پرداخته بشه، یکم اینو باز کنیم. یکی دیگه اینی که به عنوان زبانشناس ماها همیشه یه کارایی میکنیم که شاید خیلی سخت باشه برای اینا رو، برای کسی که سررشته از این موضوع نداره اینا رو توضیح بدیم، و شاید اینم یه چالش خوب برای خود ماهاست که بخوایم این موضوعهای خیلی انتزاعی و پیچیده زبانشناسی حالا به زبان ساده تر بگیم و اینکه ببینیم به چه دردمون میخوره، چه گرهی از زندگی روزمره باز میکنه. و این میتونه یه بخش آموزشی هم داشته باشه دیگه، این که مثلا اگر من مثلا خودم رو مثال میزنم، مطمئنم برای تو هم همین بوده، وقتی میخواستی وارد این حوزه بشی، آره پادکست، ویدیو یوتیوب، کورس آنلاین، خیلی همه چیز به انگلیسی و حتی اسپانیایی یا فرانسوی خیلی زیاد هست، ولی به فارسی خیلی اینا کمه و اگر هست خیلی منابع کهنه این دیگه، یعنی منابعی هستن که در زمان خودشون آره خیلی کارهای پیشرو و مترقی بودن، ولی الان دیگه به اون مفهوم زبانشناسی امروزی شاید نشه بهشون استناد کرد. با عنوان تاریخ زبانشناسی فارسی میشه دربارهشون صحبت کرد و این تاکید میکنم این چیزی از ارزششون کم نمیکنه، ولی خب زبانشناسی مثل بقیه علوم خیلی در سیر تکاملی خیلی سریعی داره. واسه همین این کاری که فکر کنم ما اگه بتونیم انجام بدیم شاید یه خیلی بازخورد خوبی داشته باشه که بتونیم یه گفتگویی داشته باشیم با کسی که توی این حوزه نیست. ولی خب ببین میخوام خیلی یه مثال استعاری بزنم، من شاید بخوام یه رژیم غذایی خیلی سالم داشته باشم، ولی خب لازم نیست من حتما متخصص تغذیه باشم که اون رژیم غذایی داشته باشم. کافی که من فقط برام بشه یه متخصص تغذیه بهم بگه که مثلا اینو بخور، اونو نخور، اینو اینجوری استفاده کن، اینو اونجوری استفاده کن، فکر کنم همین برام کافیه. و شاید کاری که ما بتونیم توی این پادکست انجام بدیم اینه که اون نتیجه کار زبانشناسی که میتونه به زندگی روزمره کمک کنه رو یه مقدار اینجا درباره‌اش صحبت کنیم. نمیخوایم درباره یه علم خیلی انتزاعی و پر از پیچ و خم صحبت کنیم اینجا. درسته. برای منم اینجوری بود. منم همیشه دلم میخواست یه محتوای اینجوری رو به فارسی بتونم بشنوم. حالا تو گفتی که توی انگلیسی یا زبانهای دیگه محتوا راجع به زبان شناسی زیاده. حالا اگه بخوای یه چیزی رو راجع به تئوری یاد بگیری یا حتی بحث هایی که محور اصلیشون زبان شناسی اجتماعی باشه برای مثال هست، اما من فکر میکنم این فرمتی هم که ما داریم شروع میکنیم که باهاش کار بکنیم و روی زبان شناسی صحبت کنیم یه کار جدیدیه. حتی توی انگلیسی هم من فقط یه پادکست هستش که گوش دادم که خیلی به صورت کژوال میان و راجع به زبان شناسی حرف میزنن. حالا میتونم اونو دیرتر معرفی بکنم. فکر میکنم جالب باشه برای خیلی از افراد که بخوان گفتگوهای ما رو گوش بکنن. یعنی ما سعی میکنیم ساده بیان بکنیم مسائلی که میخوایم راجبشون حرف بزنیم که هم برای غیر زبانشناس ها مناسب باشه، هم کسایی که علاقه دارن به زبانشناسی و هم دانشجوهای زبانشناسی. یعنی اگر کسی توی مخاطب های ما هستش که داره زبانشناسی میخونه ولی برای مثال بیشتر، چون من فکر میکنم جوری که زبانشناسی توی ایران
تدریس میشه بیشتر تمرکز روی تئوری های زبانشناسی باشه و شاید یه سری بحثایی که حالا جاهای دیگه دنیا داره میشه توی روانشناسی زبان یا توی زبانشناسی اجتماعی شاید کمتر بهش پرداخته بشه توی ایران. بنابراین ما میتونیم بحثایی بکنیم که دانشجویان بتونن ازش استفاده بکنن و همچنین برای زبانشناسا، یعنی همکارای ما یا حتی استادهای ما که دوست دارن مثل ما به فارسی راجع به زبانشناسی بشنون، شاید برای اونا هم جالب باشه که به حرفای ما گوش بکنن. آره، و یه چیز دیگه من خیلی مختصر اضافه کنم که نبود این بحث، ببین وقتی ما میایم به عنوان زبانشناس درباره این موضوع صحبت میکنیم، طبیعتا برای هر دومون الان ما توی دانشگاه هستیم و وقتی صحبتی میکنیم، وقتی یه موضوعی، یه سوالی رو مطرح میکنیم و درباره جوابش با هم صحبت میکنیم که حالا لزوما هم به این معنی نیست که اون سوال حتما جواب داده شده، ممکنه مثلا من و تو دوتا نظر مختلف داشته باشیم بر اساس دوتا پایگاه نظری متفاوت، ولی در نهایت هر دو نظر بر اساس یه شیوه استدلال علمی هن. و میخوام به اینجا برسم که نبوده همچین پادکستی که حالا دوتا زبانشناس یا یه زبانشناس بیاد درباره یه موضوعی صحبت کنه، احتمال خیلی زیاد خیلی کمک کنه به اینکه صحبت‌های شبه علمی درباره زبان کمتر بشنویم. چون اینها و این حرف شبه علمی خیلی آسیب زننده میشه. باز میگم من خیلی دوستم مثالای خیلی استعاری برای حرفام استفاده کنم. مثلا شما فرض کنید عواقبی که شبه علم پزشکی داره، نمیشه اون دست کم گرفت که چقدر جون آدما رو میگیره، چقدر کار دکترا رو سخت میکنه. حالا کم و زیاد توی زبانشناسی هم به همین شکل میتونه باشه، یعنی چه میدونم مثلا استدلالایی که ما زیاد میشه فارسی ضمیر مذکر مؤنث نداره، پس در مقایسه با عربی یا انگلیسی که ضمیر مؤنث مذکر دارن، فارسی زبان آدم ضد زنیه، این ببخشید ضد زنی نیست و اونا ضد زن هستن. خب این خیلی دموکرات فارسی زبان آره یا برابری طلب هستن. آره خب این خیلی چیز پرتیه. یا مثلا کسایی که میان درباره فارسی سره حرف زدن صحبت میکنن، خب این چیزی که در عمل غیر ممکنه و حالا ماها نظرمون رو بر اساس یه چارچوبی که مستدله، چارچوبی که یه ریشه علمی داره مطرح میکنیم و درباره این موضوع صحبت میکنیم و این یه سری عواقبی داره که به نظر من اگه جدی گرفته نشه خیلی خطرناکه. مثلا توی امریکا بوده که یه مواردی که مثلا توی دادگاه یه شاهد رفته درباره موضوع شهادت بده، حالا جزئیاتش رو نمیگم، خیلی کلی میخوام یه شمای کلی بگم، و به واسطه که اون آدم یه لهجه خاص امریکایی داشته و یه سری پیش‌فرض‌ها نسبت به اون لهجه است، اون شهادت با اینکه راست بوده، با اینکه کل قضیه دادگاه رو تحت شعاع قرار میداده، جدی گرفته نشده. من به نظرم میاد ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم با واسطه گوناگونی زبانی و گویشی و لهجه‌ای که توی ایران داریم. شاید مثلا اگه یکم به قدر وسعمون تلاش کنیم که این پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها رو دربارش صحبت کنیم و اثبات کنیم و اینو باز کنیم که اینا هیچ کدوم بنمایه علمی نداره و همه یه سری عقاید خیلی پوچ و بیپایه و اساسه، بد نیست، در شاید یه بازده خوبی داشته باشه. آره، حالا اینو میتونیم تقسیم به 2 تا بخش بکنیم که بعد راجبش حتما صحبت خواهیم کرد امروز توی این پادکست. به طور مختصر
اما مطمئنم موضوعیه که در طول گفتگوهامون هم زیاد راجبش حرف خواهیم زد. یکی لهجه و گوناگونی زبانیه و یکی دیگه هم همین فارسی سره که یه جورایی هم مرتبطه به اسمی که برای اپیزود امروز انتخاب کردیم، ولی فکر میکنم یکم دیرتر راجبش میتونیم صحبت بکنیم. من میخواستم قبل از این ازت بپرسم که میتونی بگی که زبان شناسی چیه و چه کسی زبان شناس محسوب میشه؟ یعنی ما وقتی میگیم که فلانی زبان شناسه دقیقا داریم چی میگیم؟ ببین، زبان شناسی همونجوری که اسمش پیداست موضوع مطالعهش زبانه دیگه. یعنی ما میایم زبان رو میذاریم به عنوان یه، همونجوری که مثلا یه گیاه شناس موضوع مطالعهش گیاهه، زبان شناس موضوع مطالعهش زبانه. ولی فرقی که شاید ببخشید شباهتی که داره اینه که هیچ موقع توی زبان شناس شاید هم فرقه، شباهت یا فرقی که بین این دوتا هست اینه که هیچ موقع گیاه شناس خودشو درگیر چیستی گیاه نمیکنه که حالا تعریف گیاه چیه، ولی زبان شناس از یه طرف باید خودشو درگیر این کنه که چه تعریفی از زبان داره، از یه طرف هم واقعا خیلی سخت اونو تعریف کنه و بخواد کارشو جلو ببره و یه جورایی تعریف نشدنی، مثل گیاه شناس باید که گیاهو یا فکت میگیره و به مطالعهش میپردازه. شاید زبان شناس هم یه جایی لازمه که زبانو به عنوان یه فکت بگیره و حالا بیاد ادامه کارش رو انجام بده، ولی خب بازم نیازه که به یه تعریفی از زبان برسه زبان شناس و این درسته. تعریف ها خیلی فرق میکنه. آره بگو. بذار اینجوری ازت بپرسم که برای مثال فرق یه کسی که زبان شناسه، یه دانشجوی زبان شناسی با برای مثال یه دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، فرقش چیه؟ یعنی اینا چه کار متفاوتی انجام میدن؟ آیا ما میتونیم به اون کسی که دانشجوی ادبیات بگیم که زبان شناسه اگر خیلی بلیغ و شیوا صحبت میکنه مثلا، و بالعکس آیا ما میتونیم بگیم کسی که زبان شناسی میخونه ادبیات در واقع داره میخونه و خیلی مسلطه برای مثال به یه ادبیات یک کشوری لزوما؟ خب ببین، ادبیات، رابطه ادبیات با زبان یه جورایی مثلا رابطه دست با رقص میشه دربارش صحبت کرد. هر آدمی دست داره ولی یه کارکرد زیبایی شناسانه و هنری دست رقصیدنه، حالا اگه خیلی بخوام محدود بگم. اما زبان شناسی هم همینه، یعنی یه زبان شناس موضوع مطالعهش زبان به صورت کلی، یعنی چه میتونه این زبان نوشتار باشه، بهتر زبان گفتار باشه، میتونه زبان اشاره باشه، میتونه حتی یه کانتکست خیلی بازتری عامتری داشته باشه و سیستم های ارتباطی به صورت عام باشه. ولی ادبیات یه جزئی از زبانه که حالا خیلی هم موضوع زبانشناسی نظری نمیتونه باشه، من اینکه زبانشناسی کاربردی و جایی که همپوشانی با نقد ادبی داره. ولی اینی که بخوام بگیم کار زبانشناس چیه و چه به چه کسی میشه گفت زبانشناس، میخوام اینو اینجوری خیلی یه تعریف خیلی گسترده بدم که هر کسی که دانشجوی زبانشناسیه و یا فارغ التحصیل زبانشناسی به نظر من زبانشناسه، چون به صرف این که کسی وارد این حوزه بشه طبیعتا یه دید متفاوتی نسبت به کسایی که توی این حوزه نیستن به زبان داره. حالا فرقی نمیکنه کجا باشه، چه دانشگاهی، چه سطحی. برای من هر کسی که توی رشته زبانشناسی هست به هر طریقی زبانشناس حساب میشه. درسته، همونطور که کسی که روانشناسی خونده روانشناسه دقیقاً. و اگر کسی فلسفه خونده فیلسوفه. دقیقاً این عنوان ها هیچ کنون بار
مثبت یا منفی ذاتاً ندارن، مثل کسی که ساینتیست دانشمنده. الان نمیخوام بگم آره این تواضع داره و شکست نفسی بکنه بگه یا من من دانشمند نیستم. دانشجوی، آره من دانشجوی زبانشناسی ام، من خودم زبانشناسی می‌دونم. این یه سری شکست نفسی های غیر لازمه، لزومی نداره. هر کسی که توی این رشته هست هر کجای دنیا یه زبان شناسه. و تا یه حدی هم میخوام یه نگاه تقریبا انحصار طلبانه داشته باشم به این قضیه. ببینید شما یه دکتر رو در نظر بگیرید یا یه قاضی یا یه وکیل، این آدما پیش نیاز ورود به اون شغل یه گذروندن یه دوره آموزشی رسمی هست و بعد از اون نظرات این افراد بار قانونی داره توی حوزه‌ای که هستن. مثلا من نمیتونم بگم مثلا من آشپزم، روزی 8 ساعت کار آشپزی میکنم، کنارش تفریحی مطالعه میکنم درباره حقوق و قضاوت هم میکنم. خب هیچ کاری که من میکنم هیچ ارزشی نداره، هیچ سیستم قانونی نمیاد بگه که آره تو این خیلی ارزشمنده که تو ذوق حقوقی داشتی برای کاری کردی. دوست دارم همچین چیزی درباره همه رشته باشه. حالا زبانشناسی هم به یه نوعی، یعنی بیشترین چیزی که منو آزار میده اینه که برام توی ویکی‌پدیا یه نفر ببینم مثلا نوشته ادیب، خطاط، نقاش، ریاضیدان، منجم و زبانشناس، بعد مثلا ببینی اوج کار زبانشناسی اون آدمی بوده لفظ قلم صحبت میکرده، یا چه میدونم یا اینکه مثلا خودش فکر مترجم میکرده. بوده آره و چون زبان رو میشناخته بهش گفتن زبان شناس، یعنی چون آره زبانی که زبانهای مبدا و مقصد رو میشناخته بهشون میگن زبان شناس. دقیقا و این یه مقدار اینا یه مقدار فضا رو گلالود میکنه که این وسط کسی که کارش زبان شناسیه و یه نظر علمی درباره این مسائل داره یه مقدار نادیده گرفته میشه و اون کسی که مثلا چه میدونم فالوور بیشتری داره و خودش رو زبان شناس میدونه میشه مرجع. واسه همین من خیلی گستره تعریفم رو وسیع میگیرم. هر دانشجو، هر کسی به هر طریقی با سیستم دانشگاهی زبانشناسی مرتبط باشه رو زبانشناس میدونم و بیرون از اونو خیلی فکر نمی کنم کسی شانسی داشته باشه بتونه زبانشناس باشه. اینو خیلی الکی نمیگم، اینو بر اساس کارهایی که اون افراد خود زبانشناس خوانده در حوزه زبانشناسی کردن میگم که چقدر ایراد منطقی وجود داره توی کارشون، چقدر شیوه استدلال بیدر و پیکری دارن و چقدر نتایج استدلالشون بیفایده است و در اکثر موارد متاسفانه باعث یه سری بدفهمی ها و کجفهمی هایی میشه درباره زبان و اینا توی بلند مدت خیلی آسیب زننده میشه و میشه خیلی راحت‌تر جلوی این چیزها رو گرفت. درباره اینا باید درسته. صحبت کنیم حتما، یه اپیزود بعد بذاریم درباره اسطوره‌های زبانشناسی بین ما و مشخصا درباره افراد، حالا نه به واسطه اینکه ما مشکل شخصی داریم، ما میایم اون کار رو اون تولیدی که دایه مثلا مقاله زبان شناختیه اون رو بررسی میکنیم و کند و کاو میکنیم که چرا این مشکل داره وقتی که کسی توی بافت توی فضای دانشگاهی نیست و این کار رو میکنه. نمیگم صرفا فضای دانشگاهی میشه کار زبانشناسی کرد، ولی میتونم بگم کمتر امکان غلط کردن و کار اشتباه کردن توی فضای دانشگاهی وجود داره، چون به هر حال یه کار که آدم توی فضای دانشگاهی میکنه حین انجام اون کار یه سری گفتگوها با بقیه زبانشناسا داره، حداقل چند تا کنفرانس ارائه میده، جایی که بخواد چاپ کنه یه سری داوری ها میشه و این حسابی چکش میخوره. یعنی هر
در نهایت ادعایی نیست که این محصول کاملیه، ولی حداقل یه سری فیلترها رد شده و بر اساس یه سری اصوله. این میتونم بگم که کاری که زبانشناس میکنه اینه که در اون لحظه یه سوال داره و بر اساس خلاقیت خودش و مطالعات خودش به یه جوابی میرسه که اون جواب بهترین جوابی که در اون زمان و مکان میشه به اون سوال داد. چه بسا خود اون آدم 2 سال دیگه اون جواب رو نداشته باشه، چه بسا 10 سال بعد به این نتیجه برسن اون جواب بهتری بوده. این سیستم هی خودش رو نقد میکنه و هی در معرض نقیض خودش قرار میگیره و هی تکامل پیدا میکنه. مثلا چامسکی که دیگه الان بزرگترین زبانشناس زنده و شاید هم بزرگترین زبانشناس تاریخ تا الان باشه، چند بار توی طول عمرش از دهه 60 50 60 میلادی تا حالا نظریه‌اش رو عوض کرده. به این معنی نیست که غلط بودن، به این معنی که اون بهترین جوابش در اون زبان بوده و بعداً به سبب کار بیشتر به جوابای بهتری رسونه. و آدم توی فضای آکادمیک این اصلا چیز بدی نیست که آدم بیاد بگه مثلا فلان مقاله خود من اشتباه بوده. ولی اتفاقی که تو فضای غیر آکادمیک میفته با نظریات غیر علمی اینه که اونا من ندیدم هیچ وقت تغییری بکنن. یعنی من ندیدم مثلا اون کسی که باور داره زبان فارسی به سبب نداشتن ضمیر مذکر مؤنث زبان دموکراتی، هیچ وقت بگه که نه من یه ذره فکر کردم دیدم مثلا آلمانی ضمیر خنثی هم داره، درسته؟ یا حتی خود انگلیسی هم ضمیر خنثی داره، پس اینا شاید اصلا زبانهای دقیق تر باشه که باز اونم غیر علمیه، اونم باز نمیتونه نظر علمی باشه. واسه همین یه مقدار من حالا یه چیزی هم که دقیقاً در مورد اینکه کی زبان شناسه و کی زبان شناس نیست، یه چیز دیگه ای هم که جالبه اینه که از ما خیلی همیشه و از همه زبان شناسا سوال میکنن که یعنی به محض اینکه تو میگی که من زبان شناسی میخونم میگن چند تا زبان حرف میزنی، که این واقعا غلطه. به خاطر اینکه خب ماها که زبان اولمون انگلیسی نیست فکر میکنم باید انگلیسی حرف بزنیم، به خاطر اینکه منابعمون تو انگلیسیه، یعنی به زبان انگلیسی نوشته شده. بیشترین کنفرانس هایی که برگزار میشه بیشترشون به زبان انگلیسی. اصلا نمیشه که یک زبان شناس باشی و زبان اولت انگلیسی نباشه و انگلیسی بلد نباشی. اما شاید باشن کسایی که فقط فارسی صحبت کنن برای مثال. اما ما زبان شناسای زیادی رو داریم که زبان اصلیشون، زبان اولشون انگلیسیه و به زبان دیگه مسلط نیستن. این معنیش نیست لزوما که زبان شناسای بدین. خیلی خوبه که یه زبان شناس بتونه بیشتر از یک زبان صحبت بکنه، اما زبان شناس ها لزوما بیشتر از 1 یا 2 تا زبان حرف نمیزنن، با اینکه ممکنه کارشون روی برای مثال یه نفر تو دپارتمان ما هست، یه استاد خیلی شناخته شده توی فیلد سینتکس که کارش که تخصصش زبون مالاگاسیه که زبونیه که توی ماداگاسکار صحبت میشه و این خانم مثلا خودش مالاگاسی صحبت نمیکنه اما تخصصشه، یعنی روی مالاگاسی کار میکنه، تئوری میده، روی در واقع تئوری سنجی میکنه، یعنی اینجوری بگم روی زبون مالاگاسی، اما لازم هم نیستش که خودش صحبت بکنه. بنابراین اگر یه زبان شناس دیدین ازشون نپرسین که چند تا زبان صحبت میکنن، چون شاید جواب 1 یا 2 باشه. آره اینم فکر کردم که لازمه که اینجا بگیم حتما. در مورد فارسی سرم میخواستیم صحبت بکنیم. فکر کنم با این چیزی که آخر گفتی بتونیم یه پل بزنیم به اون، اینکه افرادی که خودشون رو زبان شناس شاید رو پیج ویکی‌پدیاشون معرفی میکنن برای مثال و نظرات جالبی هم دارن در زمینه نحوه استفاده از زبان فارسی امروز، که حالا ما با هم وقتی
یه بار صحبت میکردیم چند تا مثال گفتیم، ولی فکر میکنم بهتره که چون به اپیزود امروزمون هم مربوطه یه ذره نظر خودمون رو هم بگیم. نظرات در واقع نظر ما برگرفته از صحبت‌هایی که توی زبانشناسی امروز داره میشه، یعنی روی تعصب زبانی. تو خودت چی فکر میکنی شهریار؟ یعنی اگه بخوای جواب خیلی کوتاه بدی به کسایی که یه مقداری نگران این هستن که آدما دیگه فارسی خالص صحبت نمیکنن، کلمات انگلیسی خیلی استفاده میکنن، یا حالا عربی یا فرانسه توی فارسیشون، آیا ما باید نگران باشیم؟ نظر تو چیه؟ نگران که نه، نباید باشیم، چون فارسی، ببین ما الان در حال حاضر بین 6 تا 7 هزار تا زبان زنده توی دنیا داریم، هر کدوم هم یه وضعیت مختلف. ممکن یه زبانی الان فقط 1 2 3 4 نفر گویشور زنده داشته باشه، یه زبان دیگه ممکنه 1 میلیارد گویشور زنده داشته باشه و اینا متفاوتن. ولی اگه بخوایم بگیم که زبان به واسطه مثلا قرض گرفتن چند تا واژه زبان فارسی در معرض خطر قرار میگیره، من فکر نمی کنم واژه ها انقدر نقش پررنگی داشته باشن، چون حتی اون واژه هم وقتی وارد فارسی میشن تغییر میکنن، از نظر آوایی تغییر میکنن. یعنی شاید برای انگلیسی زبان به صورتی که ما یه وام واژه انگلیسی رو تلفظ میکنیم اصلا قابل درک نباشه. از اون طرف این واژه ها وارد دستور زبان فارسی میشن، یعنی اگر مثلا یه کلمه توی انگلیسی مثل فالو این یه فعل باشه توی اون زبان، توی فارسی ما میگیم فالو کردن. این انگار که یه مفهومی از فالو کردن وارد زبان شده و چون این هیچ مقوله واژگانی نداشته و توی فارسی ما فعل مرکب و خیلی زیاد استفاده میکنیم، اینو آوردیم توی قالب فالو کردن داریم استفاده میکنیم. خب یعنی این وقتی یه واژه انگلیسی به همون صورتی که هست وارد زبان میشه، زبان هم اون از فیلترهای خودش رد میکنه و فارسی طورش میکنه، پرژنایز، فارسیزش میکنه. خب از این نظر که من فکر نمی کنم خیلی چیز باشه. یه نظر دیگه ای که میتونم یه مقدار از اون نظر به طرفدار فارسی سر حق بدم اینه که خب یه وقتا یه سری واژه خوبیه و میشه از اونها استفاده کرد و اون منظوری که میخوایم برسونیم و باش برسونیم. مثلا یه نمونهش که خودم خیلی دوست دارم پیامکه که خیلی خوب نشست جای SMS، یا یه سری واژه هست انقدر خوب نشسته ما اصلا به این فکر نمی‌کنیم که اینا یه محصول فرنگستان بودن یه دوره‌ای، مثل دانشگاه، دانشکده، پردیس دانشگاهی، فرودگاه. اینا همه کلمه هایی بودن که خیلی خوب نشستن توی فارسی و الان برای ما طبیعی هن. ولی خب فارسی و کلا هر زبانی ما میتونیم مثل موجود زنده در نظر بگیریم، یه سری چیزا رو میپذیره، یه سری چیزا رو نمیپذیره. نمیشه به نپذیرفتنش خورده گرفت، نمیشه به پذیرفتنش مثلا خیلی امید بست. واسه همین من خیلی طرفدار سرگرایی نیستم، خیلی هم طرفدار استفاده از واژه غیر فارسی نیستم، ولی خب یه وقتی آدم ناچاره دیگه، چون یه سری موضوعات قابل ترجمه نیستن و اون مفهوم انگار که نمیرسونه. گاهی این بیشتر توی ترمای علمی اتفاق میفته که گاهی وقتا اون برابر نهادش خیلی اون مفهوم رو نمیرسونه، که حالا باز اونم جای بحث داره، اونم یه بحث خیلی فنیه. ولی میخوام بگم نه سرگرایی قرار فارسی رو نجات بده در خطری که شاید تحریرش کنه، که به نظر من تحریر نمیکنه. الان فارسی نزدیک، اگر اشتباه نکنم نزدیک 200 میلیون نفر گویشور بومی داره. خب این همچین زبانی با 200 میلیون نفر خیلی نباید زبان در معرض خطر باشه در مقایسه با اون زبانه که مثلا
ما دیگه هیچ گویشور بومی براش نداریم. ولی در کنار این یه سری مراقبت ها هم شاید لازم باشه. حالا اینو فکر کنم تو بهتر بتونی توضیح بدی که مثلا توی اسپانیا چون اسپانیا خیلی کیس جالبیه، چون که ما چند تا کشور اسپانیایی زبان داریم؟ 21. خیلی یک زبان بین 21 کشور تقسیم بشه و شما این تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی و اینه که هر کدوم هم یه پروسه تغییر و تحول خاص خودشو داشته در نظر بگیریم. بعد از اون طرف اینو من کمتر دربارش صحبت کنم بهتره، تو دوست دارم توضیح بدی که وضعیت اونا چجوریه درباره سرگرایی و مراقبت از زبانشون. درسته. ببین اول قبل از اون دلم میخواد یه ذره راجع به فارسی صحبت بکنم. ببین من فکر میکنم گونه‌های مختلف فارسی باید به رسمیت شناخته بشه به عنوان گونه‌های مختلف فارسی که هیچ کدوم بر دیگری هیچ برتری نداره. خب حالا فارسی منظورم پرژنه. ما وقتی میگیم پرژن به دیالکت های مختلفی تقسیم میشه، مثلا ولی ما تو فارسی دیالکت فارسی رو در واقع گویش فارسی رو هم بهش زبان فارسی و گویش فارسی یه چیزه. من میگیم فارسی. ما وقتی توی انگلیسی حالا تو کار زبان شناسی وقتی کسی میگه فارسی در واقع داریم به گویش فارسی ارجاع میدیم که یکی از گویش های پرژنه. درسته؟ یعنی ما فارسی داریم، دری داریم، تاجیک داریم. برای مثلا اگه به فارسی ما میگیم اسباب کشی و به دری میگیم جا کشی، هیچ کدوم اینا بر اون که واقعا دارم میگم هیچ کدوم اینا درست‌تر یا غلط‌تر نیست. خب یا حالا مثلا توی گونه های دیگه، یعنی ببین مثلا اگر یکی توی اصفهان داره فارسی صحبت میکنه، اون فارسی اون آدم میشه فارسی اصفهانی. کسی که تو تهران داره صحبت میکنه میشه فارسی تهرانی. کسی که تو مشهده میشه فارسی مشهدی، که بعد چیزی که ما به اون میگیم لهجه، به خاطر اینکه هر کدوم از این گونه ها کلمات خودشونو دارن، ساختارهای خودشونو دارن. مثلا پدر بزرگ من لاهیجانی فارسی لاهیجانی صحبت میکنه. این فرق داره با اینکه تو بگی مثلا گیلکی حرف میزنه به اون، یعنی زبان. این یه گونه ای از فارسیه. درسته؟ و اگر برای کلمه‌ای که حالا توی اون فارسی که ما توی رسانه میشنویم که مثلا بهش میگن فارسی معیار، اونجا یک کلمه استفاده میشه ولی توی یکی از این گونه های دیگه فارسی کلمه دیگه استفاده میشه، این لزوما یکیشون درست‌تر از اون یکی نیست. خب حالا ما یه درصد خیلی زیادی از ایرانی تبارهایی داریم که خارج از ایران زندگی میکنن. خیلیشون بزرگ به دنیا اومدن و بزرگ شدن توی مثلا آمریکا، توی کانادا، توی انگلیس، و به فارسی کلا به زبانهای خانوادگی که اینها صحبت میکنن، افرادی که مهاجرت میکنن به یک کشور دیگه که زبان جامعه زبونه، اما زبان خونه اینا زبان دیگه، ما به اینا میگیم heritage language speakers. خب حالا این heritage speakers ها چی میگیم به heritage رو به فارسی؟ یعنی heritage language کسی اگه فارسیه ما چی میگیم؟ میگیم زبان موروثی، مثلا زبان خانوادگی. به هر حال فکر کنم یه شکلی از میراث ناملموس باید باشه. زبان موروثی میتونیم بهش بگیم. حالا فعلا مثلا زبانی که من تصور کنید که از سن خیلی کوچیکی برای مثال اومده باشم کانادا با خانواده‌ام، بیرون انگلیسی حرف زدم، تو خونه فارسی حرف زدم و فارسی من حاوی یه سری کلمات انگلیسیه، حاوی یه سری ساختارهای انگلیسیه. ممکنه مثلا بهم بگن که مثلا ممکنه بخوام ایران برم قهوه بگیرم، بگم مثلا میتونم اینو داشته باشم، مثلا میتونم این قهوه رو داشته باشم. Can I have a coffee مثلا. خب اینا همه قاطی رپرتوار زبانی اون آدم شده، با هم میکس شده و اون
آدمی که فارسی هریتیج لنگویجش بوده الان اینجوری فارسی حرف میزنه. تعداد زیادی آدمایی داریم که اینجوری فارسی حرف میزنن. حالا بستگی به اون زبانی که تو اجتماع صحبت میشه، توی جامعه‌ای که اونا توش بزرگ شدن صحبت میشه، این فارسیشون میتونه مدل‌های مختلفی تفاوت پیدا بکنه از فارسی یه فرد برای مثال تک زبانه که توی یه منطقه تک زبانه توی ایران داره زندگی میکنه. اینا هر کدوم این افراد جزء گروه‌هایی هستن که فارسیشون اون شکلیه. مثلا اگر بچه توی فرانسه به دنیا بیاد و خانواده‌اش ایرانی باشن و توی خونه فارسی حرف میزنن ولی توی جامعه فرانسوی حرف میزنن، اون زبان فارسی یه سری تاثیراتی میذاره روی فارسی این آدم، حتی اگه همه کلماتش کلمات فارسی باشه توی ساختارش. و این نوع فارسیه که اون آدم حرف میزنه. خب اون آدم من چون خیلی میبینم که خورده میگیرن به هریتیج لنگویج سپیکر ها، مثلا کسایی که زبان فارسی زبان خانوادگیشونه و هیچ وقت اون محیط بزرگ نشدن. من حالا میخوام بگم که کسی هم که برای مثال شما فکر کنید شما به فارسی مدت کمتری تحصیل آکادمیک داشتید به زبان فارسی، یعنی زبانی که شما مثلا مهندسی خوندید توی حالا مثلا خارج از ایران یا یه دانشگاهی توی ایران که به زبان انگلیسی فکر میکنم بود، مثلا تو کیش دانشگاه‌هایی بودش که به زبان انگلیسی تحصیل میکردن، یه پردیس دانشگاه تهران داشت، برای مثال دارم میگم. شما تحصیلات آکادمیکتون رو به زبان انگلیسی کردید یا به یک زبان دیگه کردید، یا اینکه توی بزرگسالی از ایران خارج شدید، مدت زیادیه که چند تا زبون رو با هم مجبورید که استفاده بکنید و در نهایت تا وقتی که میدونید که مخاطب شما متوجه منظور شما میشه، یه سری کلماتی میایین استفاده میکنید تو فارسیتون که شاید لزوما فارسی نباشه. من شخصا فکر میکنم این کاملا توجیه شده است، فکر نمیکنم اشکالی داشته باشه. یعنی اون هریتیج لنگویج، اون هریتیج پرژن رو من یه گونه ای از فارسی حساب، گونه های مختلف، یعنی کسی که میگم مثلا فارسی صحبت میکنه در فارسیش در ارتباط بوده با انگلیسی کانادا، مثلا کسی که فارسی صحبت میکنه فارسیش در ارتباط بوده با آلمانی. بنابراین من یه ذره حتی کمتر سختگیر هستم از شهریار روی استفاده از کلماتی که فارسی نیستن تا وقتی که دو نفر بتونن با هم گفتگو بکنن. یعنی فکر میکنم زبان اینجوریه که تغییر میکنه و آره این نظر منه در مورد حالا که تا اینجا اومدی من یه توضیح هم بدم که توی همچین شرایطی اون وقت کار یه زبانشناس چی میتونه باشه. توی همچین شرایطی کار یه زبانشناس این نیست که اون فرد یقه‌شو بگیره بنشونه زمین و بگه تو باید اینجوری حرف بزنی به صرف اینکه هریتیج لنگویج تو اینجوری بود. برعکس یه زبانشناس میاد اون گونه‌ای که اون فرد صحبت میکنه، هر فردی اونو ضبط میکنه و مثلا اگه ما یه گونه معیار فارسی داریم با اون مقایسه میکنه. این مثلا یه کاری خیلی بخوام توی حالت خیلی ساده شده بگم و به یه سری تفاوت‌ها میرسه و اینا قابل اندازه‌گیری، یعنی میشه متر تعریف کرد و اونا رو اندازه‌گیری کرد و این تفاوت‌ها فقط تفاوتن، به معنی برتری نیستن و این تفاوت‌ها رو بیاد توضیح بده که چرا مثلا اگر من مثلا یه ساختی بگم مثل اینی که من به علی زنگ زدم یا من علی رو زنگ زدم، من علی رو زنگ زدم، مثلا یه کسی که بیرون از ایران بزرگ شده بگه من علی رو زنگ زدم. خب این یه تفاوته و یه زبانشناس کارش اینه که ببینه این علتش چیه. این یه بخشیه که درون خود زبانه. حتی این تفاوته میتونه داخل خود ایران هم باشه، یعنی دقیقاً ربطی نداره حتما. حالا یعنی تو بیرون از میتونی بگی ایران من به شهریار کمک کردم یا من شهریار را کمک کردم. خیلی هم میگن من شهریار رو کمک کردم. هیچ کدوم بهتر از اون یکی نیست. یا مثلا این که چرا من میتونم بگم
علی خونه نیست یا علی خونه نیستش، دوتاش یکیه. اه. ولی برای یه زبانشناس اینه که چرا این دوتا هستن و یکی هستن. حالا یه بخشش میشه درون زبانی، یعنی مثلا توی اون موردی که یه آدمی بیرون از ایرانه، میشه مثلا بگیم که خب این تأثیر زبان مسلط توی اون جامعه بوده و به یه تعمیم، به یه جنرالیزیشن برسیم که آقا الان این چی شده و این مشاهده ما بر اساس این تفاوت‌ها حتی میتونه اون جنرالیزیشن هایی که برای مثلا نمیدونم یه گوشور مثلا عرب زبانی که توی کانادا بزرگ باشه ممکن اونو تایید کنه یا اونو رد کنه، یا مثلا این دوتا بیان با هم دیگه به یه تئوری کلی تر درباره مثلا هریتیج لنگویجز برسه. این یه حالتشه. یه حالت دیگهش اینه که یه زبان شناسی که مثلا میاد فرمای مختلف فارسی توی ایران رو مقایسه میکنه، حالا جز چیزای درون زبانی به یه سری استدلالای دیگه برسه، مثلا بگه اگر فلان مصوت رو یه نفر اینجوری تلفظ کنه احتمالاً متعلق به فلان قسمت جغرافیایی ایرانه مثلا، میگم یعنی تا این حد علمی به صورت خنثی و قابل اندازه گیری تقلیل بدیم زبان رو، فارغ از حالا همه پیش داوری ها. و یا بعد در حتی مورد یه جمله دیگه، و یا حتی اونو به یه مثلا طبقه اجتماعی، بک‌گراند فرهنگی یا اجتماعی یا هر چیز دیگه میشه نسبت داد که اینا همه طبقه بندی هن و قابل اندازه گیری هن و قابل رد شدن، قابل ابطالن. یعنی گزاره هایی نیستن که صفر و یکی باشن، یه گزاره قابل ابطال هستن. همینو میخواستم بگم. آره منم میخواستم بگم، چون مثال خیلی خوبی زدی که مثلا فلان مصوت رو فردی توی فلان نقطه ایران اگر اینجوری تلفظ بکنه، و ما وقتی میگیم اینجوری با کلی عدد و رقم هم گاهی داریم دست و پنجه نرم میکنیم، سر و کار داریم. اما میخواستم بگم مثلا تحقیقاتی برای اینکه یه دید بهتری بتونم بدم از یه سری کارهایی که توی فیلد مثلا دیالکتولوژی میشه یا گویش شناسی، نمیدونم دیالکتولوژی به فارسی چی میشه، گویش شناسی. آره، که مثلا میان میگن اوکی در فلان نقطه ایران فلان مصوت رو اگر یک مرد 50 ساله تلفظ کنه چجوریه، اگه یک مرد 20 ساله تلفظ کنه چجوریه، اگه یک زن 50 ساله یک زن 20 ساله تلفظ بکنه اینجوری چجوری تلفظ میکنه. یعنی اینجور تحقیقات هم خیلی هستش توی زبان شناسی و اینا همه معمولا هم کلی با آمار سر و کار داریم، زبان شناسایی که به خصوص کارهای یه مقداری کاربردی تر اینجوری انجام میدیم. ولی حالا در طول این گفتگوها من مطمئنم که موقعیتی پیش میاد که ما بتونیم راجع به هر کدوم از زیر شاخه های زبانشناسی و نوع تحقیقاتی که توشون انجام میشه و روش های تحقیق بیشتر صحبت بکنیم. فکر میکنم تو یه چیزی از من پرسیدی در مورد اسپانیایی، ولی آره الان خواستم بگم اون اسپانیا، این که وضعیت اون نهادی که توی اسپانیایی یه کاری مثل فرنگستان ایران انجام میده با توجه به این گستره 21 کشور اسپانیایی زبان و حتی توی خود امریکا خیلی هم میگن که اسپانیایی شاید باید یه جورایی به رسمیت شناخته بشه به عنوان یکی از زبان‌های. حالا این یه بحث چیز رفرنس خیلی رسمی براش ندارم، ولی بحثی هست که خیلی جا میشه. خواستم ببینم الان وضعیت زبان‌های اسپانیایی چجوریه نسبت به این سره‌گرایی و با توجه به این بافت جغرافیایی خیلی وسیع و بافت فرهنگی خیلی گسترده که اسپانیایی داره، اونجا هم همچین بحثایی میشه درباره سره‌گرایی و چه کار میکنن؟ یکم ببین من فکر میکنم به خاطر اینکه اسپانیا دقیقا به این دلیل که تو این همه کشور اسپانیایی صحبت میشه یه مقداری
تعصب کمتر روی این گونه های مختلف اسپانیایی و اینکه حالا مثلا توی فلان گویش اسپانیایی مثلا به ماشین میگن این، توی یه گویش دیگه میگن این، توی یه گویش دیگه میگن این. یه مقداری دیگه آدما میدونن که اسپانیایی یک اسپانیایی نیست. یعنی وقتی آدمی که حالا اهل اسپانیاست، برای مثال ما توی هر کدوم از این کشورام یه عالمه مدل‌های مختلف صحبت کردن اسپانیایی داریم، کلمات خودشونو دارن، ساختارهای خودشونو دارن که استفاده میکنن. گاهی واقعا از لحاظ گرامری خیلی گونه‌های اسپانیایی با هم میتونن فرق داشته باشن. مثلا برای مثال دارم میگم، توی اسپانیایی آرژانتینی تقریبا دیگه معادل ماضی نقلی استفاده نمیشه برای مثال. اما اینکه آدما چی فکر میکنن، خب یه سری اسپانیایی ها، یعنی یه تفکری هست بین بعضی حالا اسپانیایی ها شاید قدیمی تر که فکر میکنن که خب ما چون اسپانیایی از کشور اسپانیا اومده، پس ما داریم اون اسپانیایی درست رو صحبت میکنیم و برای مثال آدم گواتمالایی مثلا اشتباه داره صحبت میکنه یا معیار رو خودشون قرار میدن. میدونی مثلا چون که خیلی متفاوتن این گویش ها با هم، حالا از لحاظ مثلا آوایی من بخوام بگم، توی هر گویشی از اسپانیایی یه سری کلمات رو یه جور تلفظ میکنم. برای مثال دو تا ال که توی اسپانیایی، حالا مثلا اسپانیا، مثل کلمه فکر میکنم پویو خیلی ها بشناسن، یعنی مرغ. توی مثلا مکزیک میگم پوجو، مثلا توی کلمبیایی پوجو، و تو آرژانتین مثلا میگم پاشو. خب توی اسپانیا هم همون پایو. یه لحظه، اسپانیایی هم این همون چیزیه که توی بریکینگ بد هم اسم رستورانه بود دیگه، درسته؟ من بریکینگ بد رو ندیدم. یه چیزی تو ولی مایه ممکنه لوس پولوس هرمانوس تلفظ میکردن. ممکنه چون آها. آره تو ایتالیا میشه آها. پولو، ولی دیگه اون بعد بشه پویوس یا پوجوس، هرچی. آره نمیدونم، من ندیدم بریکینگ بد رو. اوکی. بعد اوکی. خب ولی هیچ. میخواستم بگم که معمولا ببین انقدر که این گویش ها با هم تفاوت دارن، گویش ور هر کدوم از این گویش ها میتونه گویش خودش رو بذاره در مرکز و ببینه که گویش های دیگه چقدر با اون مدلی که خودش اسپانیایی حرف میزنه فرق دارن و بر اساس اون بگم مثلا فلان گویش اسپانیایی خیلی نوتره، فلان گویش اسپانیایی خیلی تو دماغیه، فلان گویش اسپانیایی خیلی مثلا سه میکنن پس اون بده مثلا. یعنی میخوام بگم یعنی یه معیار اسپانیایی مثلا معیار وجود نداره. بنابراین آره آدما هستن، اسپانیایی هستن که فکر کنن خودشون درست حرف میزنن، مکزیکیایی هستن که میگن مکزیکی بهترین و قابل فهمترین مثلا دیالکت اسپانیایی، کلمبیایی هستن که در مورد اسپانیایی کلمبیایی نظر دارن، ولی آخه حتی خودشون هم شاید ندونن. این باز مثلا کاریه که زبانشناس میکنه. یه کشوری به بزرگی کلمبیا گونه های بسیار زیادی از اسپانیایی داره توی خودش. برای مثال توی بخشایی از مکزیک، بخشای ساحلی، اسپانیایی که صحبت میشه خیلی بیشتر شبیه اسپانیایی ونزوئلا است تا خود مکزیک، ولی اونا شاید خودشون ندونن. همیشه آدم اونجوری که خودش صحبت میکنن رو میذاره مرکز و زبانشناسا این کارو نمیکنن، ولی معمولا غیر زبانشناس ها نوع صحبت کردن خودشون رو میذارن مرکز. حالا نه فقط هم اسپانیایی، گویش برای هر زبانی که باشن و تمام زبان ها و تمام گویش های دیگر رو با نوعی که خودشون حرف میزنن مقایسه میکنن. خب این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه دیگه، یعنی اونم شما به میتونه خاطر داشته اینکه باشه. اون ملیت رو تعریف کنید نیاز داری اون یه المان خیلی مهم فرهنگی که زبان هست تو اینجا بگی که این اصل اینه و همه چیز از این مشتق شده. مثل یه نفرم توی ایران، یه آدم سیاسی خیلی رده بالا، یه دوره گفته بود که مثلا ترکی یه گویشی از فارسیه.
خب این اصلا از نظر علمی چقدر پرته یه بخش قضیه است، ولی خب یه کارکرد سیاسی، یه برداشت سیاسی میخوان ازش بگیرن که یه عنصر مشترک بین همه رو بگیرن و حالا اینی که چقدر حرفشون غیر علمیه هم اونجا اونه، همین که محل. بگو. توی لول فردی میخوام بگم حتی اگر کسی نخواد اونقدر فکر بکنه که من حالا خودم رو چطور تعریف میکنم، گرایش سیاسی ما چطور تعریف میکنم، گرایش اتنیکی ما چطور تعریف میکنم، من فکر میکنم توی به خصوص اسپانیا همین دیدی که تو فارسی وجود داره هم هست که ما چون داریم اسپانیایی حرف میزنیم، از اینجا اومده اسپانیایی درست رو ما صحبت میکنیم، اما مثلا توی کشور مکزیک یا مثلا توی کشور شیلی یا مثلا توی پاراگوئه، به خاطر اینکه با فلان و فلان و فلان زبان بومی آمریکایی اسپانیاییشون در ارتباط بوده، اون خلوص رو اسپانیایی از دست داده. خب که این چقدر واقعا اشتباهه. اسپانیایی که تو اسپانیا صحبت میشم تاثیر خیلی خیلی زیاد و غیر قابل انکاری از عربی گرفته برای مثال. بنابراین همه زبونها دائم دارن عوض میشن، بین هر زبونی گونه های خیلی زیادی وجود داره، گاهی این تغییرات توی راستاست بین گونه ها، گاهی همراستا هم نیستن. به هر حال کاری که زبانشناس میکنه اینه که اینا رو مستند بکنه، این مشاهدات رو، فقط برای اینکه باشه که 150 سال دیگه یه کتابی باشه توش نوشته باشه که تو سال مثلا 2025 در فلان روستای اسپانیا که در توی مرز اسپانیا و فرانسه بود و مثلا کاتالان هم صحبت میشد، اسپانیایی هم صحبت میشد، فرانسه هم صحبت میشد، مثلا جوون 20 سالشون پسر، یعنی در واقع مرد 20 ساله ر رو مثلا چطور تلفظ میکرده با اعداد و ارقام. اینجا من میخوام یه کلید واژه در بیارم از صحبتات و اونم خلوصه که اینو روش تاکید کنم که همچین چیزی وجود نداره. یعنی ما اگه از خودمون بپرسیم خب الان مثلا این فارسی که من میخوام پاس بدارم چیه، کجاست، شاید یه جواب این باشه این فارسی همون فارسیه که سعدی و حافظ و فردوسی استفاده کردن. حتی یه جا دیدم یه دوستی میگفت که به دانشجوی خارجی که داشتن فارسی یاد میگرفتن داشت میگفت که برید فردوسی بخونید که فارسی یاد بگیرید. و من اون لحظه میگفتم آخه انسان شایسته و فرهیخته، آخه خودت مگه میتونی الان فردوسی رو بخونی که به کسی که تازه سلام و حاله چطوری یاد گرفته میگی فردوسی بخون؟ و حالا گیرن فردوسی رو خوند، آیا با فردوسی میتونه مثلا بره یه چایی بخره، میتونه بره یه پفک بخره؟ نمیشه. اون فارسی که ما الان استفاده میکنیم خیلی فرق داره با اون فارسی و این میخوام یکم بیشتر روش تاکید کنم که این فارسی کجاست. این فارسی همون زبونیه که همون چیزی قابلیتی که همه ما توی مغزمون داریم و این هیچ تفاوتی نداره و حالا هیچ برتری نداره، هیچ برتری نداره. آره تفاوت داره ولی هیچ برتری نداره و این نمود بیرونیش متفاوته فقط. یعنی ولی یه سری چیزا ما روش توافق نظر داریم. مثلا من هیچ وقت نمیتونم بگم ما دیروز به سینما رفت، اینو از هر فارسی زبانی بپرسیم میگه این خیلی بده. انگار که ما غریزی به یه دانش زبانی دسترسی داریم که نمیتونیم توضیح بدیم ولی میتونیم بگیم که چه چیزی خوبه تو این زبان، چه چیزی بده و همین کفایت میکنه. و ما چرا ما میخواید ادامه بدید؟ بگو. میخواستم بگم که خب ما چرا این اپیزودو گذاشتیم ما آردی زبان فارسی رو پاس میداریم، ما آردی فارسی رو داریم پاس میداریم. یکی راجع به داریم پاس میداریم بود، اگه دوست داری اون رو توضیح بدی. آره خب این یه بحث خیلی چیزی میشه، تکنیکال میشه که حالا
فقط همین که این حالت مستمر توی فارسی چیز جدیده. این چیز چیزی جدیدیه. بوده که وجود نداشته و به مرور زمان توی فارسی وارد شده و الان وارد شده و ما استفاده میکنیم، کارمون هم راه میندازه، یعنی آره داریم، و داره پاس میداریم. حتی داره تغییر هم میکنه. یعنی برای منفی میشه. یه آدم خیلی قدیمی شاید منفی این وجود نداشته باشه، ولی توی نسل جدید راحت میگم ما مثلا من دارم درس نمیخونم، دارم ببین نمیخوابم. اینو منم میگم، مثلا من خیلی میگم که مثلا مامانم ازم یه چیزی میپرسه، میگم من الان دارم این کارو مثلا نمیکنم، بعد به من میگه این قسمت لاهیجانی توه، چون ظاهرا توی گیلان اینجوری میگن. آره آره. توی گیلان میگن، ظاهرا توی مشهد هم میگن. ولی میخوام بگم حالا اون دانش غریزیه چجوریه که بین همه ما یکیه. مثلا من دارم درس میخونم و در نظر بگیریم، برای یه جوون دارم درس نمیخونم خوبه و کاملا طبیعیه، ولی اون آدمی که میگه دارم درس نمیخونم برام بده، یه ساخت خیلی بده، ساخت غیر قابل قبوله، اگه بهش بگم خب من میخوام اینو منفی کنم ولی حالا نه رو میذارم روی دارم، مثلا میگم ندارم درس میخونم، میگه این خیلی دیگه بده. یعنی اگر چه میدونم اسلحه بگیرید رو سر من بگید یکی از اینا رو بعد استفاده کنید، طبیعتا دومی رو استفاده میکنم، دارم درس نمیخونم. خب این یه سری سر نخ به ما میده که این زبان چه تغییراتی داره توش رخ میده، که این ساخت اول وارد میشه منفی نداره، بعد منفی میشه و وقتی دو تا امکان منفی سازی هست توی حالتی که با دو تا فعل داریم، اون دومی خوبه به نسبت برای عده خوب نیست، ولی وقتی میذاریم مقایسه میکنیم با یه حالت دیگه این به صورت نسبی بهتره. و این یه حالتیه که یه کاری که زبان شناس میکنه، اینو باید توضیح بده چرا، اگر حالا در بتونه. مورد آردی چطور؟ ما آردی فارسی رو پاس میداریم. خب نظر راجع به این کلمه چیه؟ ما چه چه معادل میتونیم استفاده کنیم به جای آردی؟ فکر کنم نداریم، برای همین ما مجبوریم آلردی رو استفاده کنیم. حداقل من سراغ ندارم، ولی اگه کسی سراغ داره شاید تو کامنت ها بتونه بهمون بگه. حتما تو کامنت ها بذارید شاید اگه معادلی برای آردی میشناسید. شاید من قول نمیدم اونو به جای آردی استفاده کنم. علا ای ولی شما حال. بگید. علا ای حال. آخه نمیدونم. اینم عربیه، اینم فارسی نیست. و مثلا من اگه به یه بچه 10 ساله بگم علا ای حال، قطعا گوشیشو در میاره، شروع میکنه اینو مثلا توییت میکنه تو اینستاگرام، میگه یه پیرمردی اومده عربی داره صحبت میکنه، داره نمیفهمم چی میگه. آره. و آره. ما به صرف این که فارسی زبان هستیم داریم فارسی رو پاس میداریم. حالا یه سری تلاش های هم هست مثل کار فرهنگ اسلام، خوبه باشه، یه جایی جواب میده یه جایی جواب نمیده، همونطوری که خیلی چیزایی وقتی جواب میده وقتی جواب نمیده، این هم هست. و شاید یه چیزی که بتونه کمک کنه فارسی یه زبون زنده تری باشه، در حالی که به عقیده شخصی خود من زبون زنده هست به خاطر فارسی زبانایی که وجود دارن. چون یه زبان که نمیمیره، گویشور زبان میمیره، اون زبان میتونه وجود داشته باشه ولی دیگه کارایی نداشته باشه. و میتونم بگم که شاید هرچی بیشتر تولید به فارسی باشه، متن، تولیدات گفتاری، این کمک بکنه، ولی باز هم به این معنی نیست که از امروز شروع کنیم همه فارسی بیشتر بنویسیم، فارسی بیشتر حرف بزنیم، زبون رو نجات میده. چون باز میگم، تکرار میکنم حرف خودم، خطری در تهدید نمیکنه زبان فارسی. یه مقاله خیلی خوب و معروفی از دکتر باطنی هست که فارسی بیدی نیست که با این بادها بلرزد، یه چیزی تو این مایه اسم و اونجا از میگه که خودش هیچ شنیدم. خطری
فارسی رو تهدید نمیکنه. اگه کسی مشتاق بود روی اینترنت باید باشه. و بذارید جنبندی بکنیم و این اپیزود رو ببندیم دیگه. آره، این اپیزود اول ما بود. هر اپیزودمون احتمالا یه اسم داره، چون که توی هر اپیزود قراره که تقریبا حول و حوش یه چیز صحبت کنیم، یعنی خیلی نمیخوایم پراکنده حرف بزنیم. بعضی اپیزودا مهمون خواهیم داشت. حالا چجور مهمونی؟ معمولا مهمونای زبانشناس. اگر زبانشناس هستین، با توجه به تعریفی که ما ارائه دادیم زودتر توی این برنامه، و دوست دارین که توی این برنامه شرکت بکنید و فکر میکنید که میتونید اون حوزه‌ای که خودتون توش تحقیق میکنید و خیلی ساده توضیح بدین و دوست دارین که این کار بکنیم، با ما تماس بگیرین. میتونین کامنت بذارین. ما هندل اینستاگرام میذاریم زیر این ویدیو یوتیوب. اگر زبانشناس نیستین، هر موضوعی راجع به زبان دارید که فکر میکنید شاید جالب باشه برای دیگران، برای مثال اگه زبان مخفی دارید با کسی و میتونید توضیح بدین که این زبان چجوری شکل گرفت، کم کم چجوری تکامل پیدا کرد، اینا رو ما میتونیم راجبش با هم صحبت کنیم و بعد اگه دوست داشته باشید شاید بتونیم توی برنامه با هم صحبت کنیم راجع بهش. دیگه همین. نمیدونم شهریار چیزی هستش که بخوای بگی راجع به کلیت پادکست، راجع به حدوداً برنامه‌ای که شاید داشته باشیم برای این پادکست؟ نه، فکر کنم توضیحات تو کامل بود. همین که آره، ما درباره زبان صحبت میکنیم و نهایت تلاشمون رو میکنیم که بگیم که زبان شناسی به چه دردی میخوره و چه کار داره میکنه یه زبان شناس و همین، و اینو به ساده ترین شکل ممکن توضیح بدیم. آره، و ما حالا برنامه خواهیم داشت برای هر اپیزود، ولی اینجوری هم نیستش که یه متنی داشته باشیم از روش بخونیم. یعنی سعی میکنیم بیایم بشینیم و حول و حوشه موضوعی با هم صحبت بکنیم. این اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید جالبه و دوست دارین راجبش بیشتر بدونید و فکر میکنید شاید ما جوابی براش داشته باشیم، اینم بهمون بگید. تو کامنت ها بنویسین، کلا کامنت بذارید حتما. لطفا اگه گوش میدید حتما لایک بکنید، چون این اولین اپیزود ماست و ما تشویق میشیم اگر که حمایت ببینیم از شما. همین، خیلی ممنون که مرسی که گوش نگاه کردید به این کردین. اپیزود و همین، روز خوبی داشته باشید. بدرود.